خب دوستان، با سلام مجدد ببینیم که نرم افزار به چه صورت کار خواهد کرد. ببینید، ما نرم افزار که میگم بعد اکسل مقدار اگه بلد باشید، یعنی پیش نیازش اکسل هستش. برای این عرض میکنم خدمتتون که خیلی شبیه اکسل، یعنی بالا تشکیل شده یک سلول ها، یک سری ریبان هایی که این بالا وجود داره و مواردی که توی این ریبان ها برای ما هستش. ما اگر بخوایم فوکوس کنیم روی این ریبان های یکی که بیایم بگیم آقا تاسک چیه، اینجا چه اتفاقی میفته، ریسورس یعنی چی، این یعنی چی، این به چه هست، اون تیم پلنر ها به چه صورت هستش، خب این زمان ما رو میگیره و ما از اون اصل داستان منحرف میشیم. یعنی ما الان فوکوسمون روی اینه که شما بیاین به صورت مقدماتی یاد بگیرید که چطوری باید بیاین یک به صورت حالا یک آماتور یک پروژه رو داخل نرم افزار تعریف کنید. حالا اگر درس دانشگاهی دارید، اگر رفتین جایی مشغول شدید به شما گفتن که در چه سطحی ام اس پروژکت بلدید، یا اینکه ممکنه تو رزومتون مثلا از شما بخواد اونجا سوال بپرسن که مثلا آقا ام اس پروژه چیکار میکنه و چطوری با این کار رو انجام. ما سعی بر این کردیم که این پروژه رو بیاریم اینجا بررسی کنیم، با هم دیگه تعریف کنیم و تو حین اینکه داریم پروژه رو تعریف میکنیم موارد مهم و یعنی ریبان هایی که این بالا وجود داره رو خدمتتون اونجا توضیح بدیم. خب قبل از هر چیزی خاطرتون باشه دوستان، در خصوص برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی ها یا پلن کردن اون برنامه ها از ام اس پروژه استفاده میکنن. یعنی بحث از سازمان ها هستن که زمانی که میخوان یک کارشناس برنامه‌ریزی تولید استخدام بکنن که پیش نیازاش اینه که این دوست عزیز که میخواد تحت عنوان کارشناس استخدام بشه حتما اکسل و ام اس پی خوبی داشته باشه، چون میاد برنامه‌ریزی هاشون رو میشه با اکسل انجام داد. حالا ما اگر انشالله این قسمت شو و امید باقی بود یک آموزش در خصوص نرم افزار اکسل در برنامه‌ریزی تولید خواهیم گذاشت. این موارد به این صورت بود که گفتم خدمت داخل پرانتز این هم عرض کرده باشم. خب داشتم اینو خدمتتون توضیح میدادم. ببینید، قبل از هر چیزی که شما بتونید بیایید توی نرم افزار و وارد محیط نرم افزار بشید و اون پروژه‌تون رو تعریف کنید، اطلاعات و دیتا هستش. قبل از هر چیزی اگر کارفرما از شما کنترل پروژه میخواد، اگر حالا اون مشتری تو از شما فرق نمیکنه، باید شما دیتا داشته باشید. دیتا رو کی به شما میده؟ شما میتونید خودتون جمع کنید، همکارا به شما بدن، کارفرما به شما بده. معمولاً اون کارفرما باید به شما اطلاعات بده، چون اون میدونه ریسورس ها چیه، بودجه چیه، منابع در چقدر در اختیار شما قرار میده، یا حالا مدیر پروژه معمولاً، و اینکه چند روزه میخواد این فازات جمع کنه که باید این فازات جمع بشه، پیشنهادش برنامه‌ریزیش به این صورته. یک دیتا یا تحت عنوان فایل اکسل، پرینت، کاغذ، پیپر، هر آنچه وجود داره به شما میده. شما باید در گام نخست در فاز اول یک دیتای خوبی تعبیه بکنید، یعنی داشته باشید. این دیتا رو ما از قبل آماده کردیم توی یک فایل اکسلی که اینجا وجود داشته. ما یک در واقع میشه گفت پروژه معمولی و حالا فرضی رو در نظر گرفت. این پروژه میگم ممکنه هر چیزی باشه، ممکنه ساختمان سازی باشه، نوشتن کتاب باشه، فقط باید اون ویژگی های پروژه رو داشته باشه، یعنی یک زمان شروع و پایان داشته باشه، تاسک بندی فعالیت ها مشخص شده باشه، منحصر به تکنایی نباشه. این میشه یه پروژه. حالا مطابق با اون شغلی که داریم یک پروژه تعریف کردیم. پروژه ما ساخت حالا یک هواکش بوده. حالا هواکش اسمش جدول کتابیه، نمیخواد جزئیات بشید. هر پروژه دیگه شما میتونید اینجا برای خودتون بعد از آموزش تو ام اس پی پیاده سازی بکنید. خیلی خوب. یه توضیحات در خصوص این حالا جدولی که اینجا آماده شده بهتون بدم. ببینید، ما خب یک ردیفی تشکیل شده، یک فعالیت ها یعنی نام فعالیت ها، پیش نیازها و مدت زمان یعنی مثلا 10 روز 15 روز زمان ما بر حسب روز هستش. ممکنه زمان پروژه شما بر حسب دقیقه، در حسب مثلا هفته باشه، 10 هفته. ممکنه بر حسب ساعت باشه، مثلا 15 ساعت، و ممکنه بر حسب ماه باشه، مثلا 30 ماه. این به مدت زمان ما بر حسب روز هستش. پیش نیازها یعنی چی؟ ببینید، پیش نیاز یعنی اینکه مثلا بذار یه همچین مثالی برای شما بزنم. فرض کنید شما توی مقطع کارشناسی ارشد یک پروژه دریافت کردید. این پروژه رو بعد تحویل استاد بدید. خب پیش نیاز داره فصل اصلا بذارید باید دروس دانشگاهی بشم بهتره. ببین شما توی دانشگاه که دارید درس میخونید و تحصیل میکنید،
مثلا تو رشته مهندسی صنایع، خب OR1 یا اون حالا قسمت اپریشن ریسرچ یا تحقیق عملیات یک پیش نیازی داره. یعنی تا زمانی که شما جبر خطی و اصطلاحا پاس نکنید نمیتونید برید OR1 رو بردارید. حالا زمان ما به این صورت الان نمیدونم چارت به چه صورت شده. یعنی یک چارت دارید شما، یک چارت آموزشی دارید. حالا رشته عمران یه جوری، مکانیک یه جوری، شیمی یه جوری، هنر یه جوری، ادبیات یه جوری، صنایع یه جوری، مدیریت یه جوری. به این صورت مثلا فرض کنید شما مدیریت 1 یا مثلا آمار 1 اگر پاس نکنید نمیتونید آمار 2 رو بردارید. پس آمار 2 یک پیش نیازی داره. آمار 2 یک پیش نیاز داره. پیش نیازش چیه؟ آمار 1. شما اول آمار 1 رو پاس کنید. خود آمار 1 پیش نیاز داره. پیش نیازش چیه؟ پیش نیازی مثلا فرض کنید که برای مثال ریاضی مثلا 1 هستش، مثلا میگم این به این صورت. پس پیش نیاز معنی مفهومش به این صورت هستش. الان مثلا اینجا پیش نیاز ما نداشتیم تا اینجا، گفتیم اگر که قالب ما بخواد به دستگاه CNC کارش انجام بده، شماره 6 یعنی خرید مواد مصرفی باید باشه. یعنی تا زمانی که من مواد مصرفیمو خریداری نکرده باشم نمیتونم دستگاه رو در قالب رو بدم CNC برای من بتراشه یا ابعاد من مثلا بزنه، یا اگه مثلا CNC نرفته باشه نمیتونه اسپارک شه. حالا این فرضیه، ممکنه اصلا ما یه صورت دیگه در نظر داشته باشیم. ما فرض کنیم پروژه به این صورت داشتیم. برای مثال برای اینکه محصول بخواد مونتاژ بشه، اسمبل بشه، باید 11 12 و 13 انجام شه. یعنی پیش نیاز داره. یعنی باید صفحات تولید بشه، توری ها تولید بشه، پروانه ها تولید بشه، بعد بیاد بره اسمبل یا مونتاژ بشه. بنابراین فعالیت شماره 14 یا اسمبل و مونتاژی که حالا وجود داره به چه صورتی هستش که یه پرانتز من باز کنم در خصوص این مونتاژ و اسمبل کردن خطوط تولید هم یک آموزشی روی سایت داریم که شما عزیزان میتونید اون رو بررسی بکنید و در خصوص مفاهیم مونتاژ و اسمبل اطلاعاتی رو به دست بیارید. بگذاریم. خب برای اینکه مونتاژ بشه محصولمون باید 11 12 و 13 یعنی این سه تا موارد انجام بشه. خود 11 برای اینکه انجام بشه باید 5 انجام بشه. یعنی قالب ها باید در واقع ساخته بشن. قالب که ساخته شد بعد میتونیم بریم تولید انجام. یعنی خود تولید یک پیش نیاز داره. پیش نیازش چیه؟ اینکه قالب ها ساخته بشه. این یک حالا پروژه معمولی و مختصر هستش که ما میخوایم بریم توی پروژه نرم افزار ببینیم چه صورت هستش. توی نرم افزار یک تاسک مود داریم. یه دونه ارزم به خدمت شما به صورت حالا منوال هست و یا اتو هست. یعنی چی منوال و اتو؟ منوال اگه بذارم من خب یعنی دستی، من میتونم بیام این مواردی که اینجا مثل دیوریشن ها، استارت فینیش ها مثل دستی وارد کنم. معمولا بهتر این است که شما روی اتو بذارید که برای شما به صورت اتوماتیک وار بیاد و اون موارد رو حساب بکنه، شما نخواهید درگیر تاریخ ها بشید. برای اینکه بتونید تاریخاتون رو تنظیم بکنید خودتون میتونید بیاید توی تقویمی که الان خدمتتون توضیح میدم اون تاریختون رو تنظیم بکنید. اما بهتره که تاسک مود روی حالت اتو باشه. خب قبل از اینکه حالا بخوام پروژه رو بیارم اینجا میتونید توی قسمت تاسک نیم یعنی اسم فعالیت ها تایپ بکنید. یا خب بهتر و عقلانی این هستش که من برم توی این اکسل کپی کنم اونو بردارم بیارم اینجا دیگه. بله خیلی راحت تر هست تا اینکه من بخوام تایپ بکنم. خب تایپ هم میتونید بکنید. قبل از اینکه من تایپ بکنم یک سری تنظیمات اولیه باید انجام بدم. تنظیمات صورتی هستش. توی قسمت گان چارت فرمتی که هایلایت هم شده ثبت شده کلیک میکنم. این قسمت سمت راست یه یه اوتلاین نامبر داریم، یک پروژکت سامری تاسک داره و یک سامری تاسک. اینا زمانی که پروژه رو خدمتتون آوردم پیاده سازی کردم این تیک سامری تاسک رو من برمی‌دارم یا میزنم بهتون میگم چه اتفاقی میفته. سامری یعنی خلاصه دیگه، یعنی خلاصه وضعیت اون تاسک‌ها. تاسک یعنی فعالیت. من در گام نخست برای اینکه بتونم یک سطح صفری داشته باشم، سطح صفر یعنی چی؟ یعنی تعریف پروژه. بیان پروژه من چیه؟ پروژه ساخت هواکشه. اینجا میام توی قسمت گان چارت فرمت تیک پروژکت سامری تاسک رو فعال میکنم.
نگاه کنید برای من یک سطح صفر پروژه رو اینجا الان ایجاد کرده. میگه دیوریشن هنوز تعریف نشده چون باید بیام زیروندها یا اون زیر فعالیت ها یا در واقع زیرونده رو وارد کنم، خودش مثل اتوماتیک برای اینا رو حساب میکنه. این بس قسمت اول میام تیک این قسمت رو فعال میکنم. من پس دوم توی قسمت فایل یک سری اطلاعات خیلی خوبی ما داریم، یک توضیحات در مورد من به شما بدم. ببینید زمانی که یعنی اگه دقت کرده باشید من زمانی که وارد پروژه شدم یه همچین قسمتی برای من آورد. توی این قسمت ریسنت ها یعنی پروژه های اخیری که من اومدم توی این سیستم تعریف کردم. یه پروژه نامبر وانی داشتم، شماره یکی داشتم، پروژه وان داشتم تعریف کردم، نمیدونیم چیه، روش کلیک کنم اطلاعاتش برای من میاره. یه پروژه تحت عنوان فایل دوم داشتم، اینجا من اگه کلیک کنم پروژه من برای من میاره. این ریسنت های من هستش که حالا اینجا برای شما اگر شما نرم افزار تازه نصب کرده باشید یا پروژه‌ای تو سیستمتون موجود نباشه این برای شما قطعا خالی خواهد بود. توی قسمت این نیو و اوپنی که وجود داره، نیو بلانک پروژه یعنی ایجاد یک پروژه جدید. اگه من روش کلیک کنم همین پروژه برای من حالا قبلا باز شده بود، ببین دو تا صفحه من باز شد. من روی بلانک پروژه زده بودم دیگه، برای من پروژه رو آورده بود. اگه من روی بلانک اون پروژه کلیک بکنم این فایل من میبندم چون نیازی بهش، حالا کنسلش کنم بذاریم شاید نیاز شد. پس توی قسمت بلانک پروژکتی که وجود داره شما میایین میبینید الان این قسمت و این مواردی که وجود مثل اکسل میمونه تقریبا. این بلانک پروژه برای شما ایجاد میکنه. نیو در واقع یک پروژه جدید اکسید میکنه برای شما بر اساس اطلاعاتی که موجود داشته. یک پروژه جدید نیو فرم اکسل ورک بوک برای شما از فایل اکسل برای شما میخونه یا بر مبنای اون شل پوینت هایی که وجود داره. شل پوینت یعنی چی؟ یک نکته بسیار مهم که ام اس پروژکت داره اینه که شما میتونید ام اس پروژکت تحت وب کار بکنید. فرض کنید تو سازمان 10 تا کارشناس پروژه وجود داره و اینکه یک مدیر پروژه داره اینا هندل و منیج یا مدیریت میکنه. این تحت شبکه هست، یعنی شما میتونید بر اساس اون کد URL که هست یک پروژه رو شیر بکنید، یعنی از همکارتون بگیرید یا دسترسی بهش بدید. بالعکس این هم وجود داره. بر اساس اون قسمت بیاین اون پروژهتون رو شیر بکنید و پروژه اینجا رو باز بکنید. معمولا نیو هایی که وجود داره خب پروژه بلانک پروژکت هست، یک پروژه جدید ایجاد میشه. تو قسمت اوپن میتونید از روی خود سیستم بیاین و در واقع حالا فولدری که وجود داره، دیس پی سی که هست، اون براوزر، اون در واقع صفحه‌ای که وجود داره بیاین وارد بشید. من دیگه واردش نمیشم و پروژه رو فراخوانی بکنید. یعنی یک فایل ام اس پروژکت مثلا روی دانلود هاتون ذخیره کردید، میخواین بازش بکنید، تو قسمت اوپن میزنید، فایلش رو انتخاب میکنید، میگید برای من پروژه رو باز کن. خب این قسمت در خصوص اینفو اطلاعاتی در خصوص این پروژه میده. میگه استارتت کی بوده، فینیشت کی بوده، اسکیجول زمانبندی چه بود، چه جوری بوده، شروع پروژه الان بوده، فردا بوده، تاریخ بهت میده، استاتوس ها رو برای شما مشخص میکنه، تقویم پروژه نوعش رو مشخص میکنه و مواردی از این قبیل که وجود داره. و نکته که خدمتتون گفتم در خصوص اکانت هایی که میتونید شما اینجا ایجاد بکنید، منیج بکنید اکانت هاتون رو، از حالا اجازه دسترسی بر اساس کد URL بدید، اد بکنید. مثلا میگید من میخوام توی این پروژه یک نفر اد بشه، اکانت اون دوستتون همکارتون رو میزنید، اون کد URLش رو میزنید و پروژه اجازه دسترسی به دوستتون رو اینجا میتونید بدید. یا میتونید ساماندهی بکنید بر اساس تمپلیت هایی که توی حالا اون مبحث وجود داره که خدمتتون اینو توضیح خواهیم داد. خب بریم والا زیاد وارد این جزئیات مباحث نشیم. یه نکته می‌خواستیم اینجا عرض کنیم خدمتتون این بود که توی قسمت یعنی قبل از هر کاری که من می‌خوام انجام بدم میام تو قسمت فایل. الان بس گام نخست فاز اول این شد که میام توی گان چارت فرمت سطح صفر پروژه رو ایجاد میکنم. بعد گام دوم، قدم دوم میام تو قسمت در واقع فایل و توی فایل که میرم یه قسمت از تحت عنوان آپشن رو میزنم. آپشن که برای من باز شد اینجا توی قسمت ژنرال یعنی تنظیمات اولیه، نوع ویو رو مشخص میکنم. حالا اینو تو خود پروژه توضیح میدم. نوع تقویم رو مشخص میکنم، یعنی میگم تقویم من چجوری نمایش داده بشه. معمولا من حالا با حالت 3 کار میکنم، یعنی میگم که
ماه رو نشون بده، به صورت میلادی هست دیگه، روز رو نشون بده و حالا اون تاریخی که وجود داره. رو حالت سوم میزنم، فرمت رو مشخص میکنم و چیز خیلی خاصی دیگه اینجا وجود نداره. توی خاطرتون باشه دوستان، تغییراتی که انجام میدید حتما اوکی بکنید. در نهایت اگه اوکی نکنید تغییرات به این خواهد رفت. نوع تقویم رو انتخاب میکنم. خب تقویم به صورت میلادی، هجری، قمری و حالا مدل های دیگه که وجود داره که من تقویم شمسی میخوام، پس روی حالت میلادی میذارم باشه پیش فرض خود نرم افزار. بعد حالا میگم بهتون که چجوری تقویم رو فارسی بکنید. اون نماد در واقع این قسمتی که وجود داره نماد اون چیز رو داره به شما میگه مثلا محاسبات هزینه کاست هاتون چی باشه. میگه واقعا نماد برای من تومان نشون بده. بعد میگه چطوری نشون بدم، مثلا بیام بگم 1 تومان، بگم مثلا از این سمت بگم اول عدد رو بگم اول. میگه واقعا با یک فاصله اسپیس اول عدد رو بگو، بعد مثلا مبلغ تومان رو مشخص کن. خاطرتون باشه زمانی که این کار انجام داده حتما توی قسمت اینجا که وجود داره اون واحد پول رو تغییر بدید. یعنی واحد پول رو بذاریم برای ایران که اینجا من پیداش بکنم IRR هستش و اعشار اونم اینجا صفر میکنیم. تغییرات بعدی هست توی اسکیجول زمان بندی. خب زمان بندی میگه استارت هفتت کی باشه، ساندی گذاشته دیگه، حالا با مبنای اون تقویم خودشون که وجود داره. میگم نه تقویم من ساندی نباشه، تقویم من ساتردی باشه، یعنی از شنبه کار من استارت میخوره. دیفالت رو میگه مشخص کن استارت هم کی باشه، میگه 8 صبح خوبه، 5 بعد از ظهر اوکیه، توی روز 8 ساعت کار کنم، توی هفته 40 ساعت کار کنم و توی ماه 20 روز در واقع کار کنم. اینجا نیو تاسک ها رو منوال نذارید، به صورت اوتو بذارید. اینم من قسمت حالا نیو تاسک اوتو میذارم. و اینکه قسمت حالا دیفالت تاسک اون تایپ هم روی حالت فیکس دیوریشن بذارید که بر اساس حالا اون زمان بندی ها مشخص بشه. و اینکه حالا نکته خیلی خاصی دیگه توی این موارد نیست. اینجا ما اوکی میکنیم که تغییرات ما اعمال بشه. این تغییرات اولیه بود که ما حالا انجام دادیم. اجازه بدید که در قسمت بعدی پروژه رو کپی کنیم در MS Project و تغییرات بعدی رو اینجا ما اعمال بکنیم.